تصور کنید ارتشی به بزرگی 50,000 نفر مجهز به بهترین سلاح‌های دنیای باستان وارد یک بیابان می‌شوند و دیگر هرگز کسی آنها را نمی‌بیند. حتی یک نفر هم بر نمی‌گردد. سال 524 قبل از میلاد است. کمبوجیه دوم، فرزند کوروش کبیر پادشاه ایران، ارتشی عظیم را برای فتح منطقه‌ای در مصر اعزام می‌کند. آنها 7 روز در بیابان راه می‌روند و به یک هرودوت تاریخ‌نگار یونانی می‌نویسد: ناگهان طوفانی از شن برخاست که آسمان را سیاه کرد. این طوفان معمولی نبود. سربازان ایرانی در حال خوردن صبحانه بودند که دیواری از شن روی سرشان آوار شد. در چند دقیقه 50,000 نفر زنده زنده دفن شدند. بیابان آنها را بلعید و هیچ اثری باقی نگذاشت. قرنها گذشت و ماجراجویان زیادی دنبال زره‌های طلایی و استخوان‌های این ارتش گشتند، اما بیابان رازدار خوبی است. به نظر شما آیا روزی این ارتش